این تیمور لنگ، یه امپراتور خونخوار و وحشی که نصف دنیا رو هم صاحب شده بود. از هیچ کس هم حساب نمی‌برد بجز زنش سارا ملک خانوم. یه روز که حال سارا ملک خانوم از نظر روحی خوب نبود، تیمور هم میخواست پاشه وسیله‌هاشو جمع کنه و بره جنگ. سارا ملک خانوم میگه نمیشه امروز نری جنگ، امروزو پیش من بمون لطفاً، حالم اصلا خوب نیست. تیمور میگه نه نمیشه زن، یه لشکر آدم منتظرمم، باید برم فلانجا رو بگیرم، نمیشه که. وقتی که سارا ملک خانوم میبینه خیلی تیمور داره اصرار میکنه که بره، یه نگاه به دور و بر میندازه و میبینه یه چوب اون گوشه خونه است. پا میشه میره اون چوبو ور میداره و مستقیم میکوبه تو پای تیمور تا قلم بشه و بفهمه وقتی که میگه بمون تو خونه بمونه تو خونه و تیمور از جنگ عقب میفته. اون که تیمور بود اونجوری از زنش حساب میبود. تو گوزو پادشاه کدوم خرابه ای که جز چشم بزن چیز دیگه بگی ها؟ البته تیمور تیر تو پاش خورد و تو جنگ لنگ شد. نه این قصه ای که ما گفت. این بود داستان امروز ما. تا یه شخولی دیگه، خدا نگهدار.